همشم خودم زدم که آهنگ تموم بشه. کاری نداره موسیقی. No problem. کاری نداره. من الان یه برخورد فیزیکی هم میکنم با دوستانی که سینمایی دارن به قضیه نگاه میکنن. الان بیسیم میزنم اسکاتران پرواز، هلیکوپترهای جنگنده بیان اینجا رو بمباران کنن. این بیسیم منو یاد یه خاطره انداخت به جون خودم. یکی از رفقا میگه با خانمم رفته بودم خرید، دیدم جا پارک نیست، ناچارن دوبله پارک کردم، تو ماشین نشستم. خانمم گفت من 5 دقیقه میرم تو این مغازه میام. 5 دقیقه شد 50 دقیقه، منم پشت فرمون چرتم بود. یهو دیدم از پشت سر یه نفر گفت راننده پژو جی ال ایکس نقره‌ای. میگم از مست خواب پریدم، اصلا عرق سرد من نشست، خودمو خراب کردم از ترس. برگشتم پشت سرم دیدم یه وانتی هست میگه بیا سیب زمینی بخر اونجا بیگارش هست. فقط در ایران وقتی یک نوزاد به دنیا میاد، عوضی که ما به اون بچه حرف زدن یاد بدیم، اون به ما یاد میده. میریم بالا سر بچه، بچه بعد حرف زدن یاد بگی چه کاری ادب داره برسه. یه ایرانی میتونه بره تو استخر به چشمهای ناجی غریق زل بزنه و کله رفیقشو بکنه زیر آب. اون ناجی غریق خاک بر سر میشه، نمیدونه سوت بزنه، بره اونو بزنه، اونو نجات. جمعون همه ریوندی ها، ریوندی هله هله هلیلونه، جشنمون همین یزده. آمادگی بالاست ماشاءالله. از فرماندهی به اسکاتران هست اینجا شلوغ میکنم، خیلی شلوغ کردن، خواهش میکنم گلبارانشون کنیم. این آهنگ بندری پخش شد. یاد صحبتی که از دوستانم افتادم، میگفت حسن خطرناک، حسن گفت همه اون عزیزانی که اهل رقص و اینجور مسائل هستن میرن جهنم الا بندری های ما. گفتم واسه چی؟ گفت به خاطر اینکه بندری جماعت درسته که داره با یه آهنگ شاد میرقصه، اما حین رقصش داره میگه توبه توبه توبه، همون لحظه توبه میکنه و این لحظه داری دستاری یا نه؟ هر جا میرم میبینمت، عادت کردم به همیشه بودن تو. آروم میشم وقتی میشم باشی، فقط دلم خوشه به دیدن تو. باش همین جوری بمونیم من و تو، عوض نمیشم و تو هم نشو. بیا با هم بمونیم فقط همین، من که جایینه تو هم نرو. این حس قشنگو تو با منی یا من، از عشق تو مستم، دستاتو میگیرم مثل پر پرواز اون بالا ابرا، تو پیش منی با. خونه خوبه خونه، خونه بوی خوبه، بذار تو حال خودم باشم، من نمی پاشم. آهنگای قدیم بود، موسیقی آهنگای قدیم، همه چی گفتم قدیم. آهنگای قدیم
می اومدن از اشعار حافظ و سعدی و مولانا استفاده می کردن. دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادن. شعر قدیم. آهنگای امروزی مثلا چقدر گفتم حافظ و سعدی